ما همیشه در بین آسانی و راحت و سختی و مشقت زندگی میکنیم که هر دوی اینها برای ما و شما نعمت است. یعنی گاه برای ما آسانی و راحت و گاه سختی و مشقت پیش می آید. هر دوی اینها برای ما و شما نعمت است. در آسانی و راحت شکر است که خداوند می فرماید استعیذ بالله و سیجزی الله الشاکرین، یعنی و زود است که خداوند اجر و پاداش شکرگزاران را عطا می فرماید. و در سختی و مشقت صبر است که خداوند برای صبر کنندگان می فرماید استعیذ بالله انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی همان خداوند اجر و پاداش صبر کنندگان را بغیر حساب عطا می فرماید. پس در هر دو حالت صبر و شکر را پیشه خود سازید، زیرا این هر دو حالت برای ما و شما نعمت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.